خواهران زیاده میپرسن که آیا در همین ماه رجب روزه گرفتن سنت است یا اینکه روزهای مخصوص دارد که ما روزه گیریم. که درباره ماه رجب عزیزان، ما همگی میدانیم که ماه رجب از ماههای حرم است. 4 ماه احترام شده که در نزد پروردگار است، یکی ذوالقعده، یکی ذوالحجه، یکی محرم. بدون اختلاف چهارمینش رجب هست که این 4 ماه در نزد الله احترام خاص خودشان را دارند. و اما پیامبر صلی الله علیه و سلم روزهای مخصوص این ماه را روزه گرفتن و شما را روزه گیرید گفتن یا نه، در این باره حدیث نیست. یگانه در مسند امام احمد حدیث پیامبر است که میگن سم من الحرم و افطر، یعنی تو در شهرهای حرم، شهرهایی که از ماهای محترم یا احترام شده هستند، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و همین رجب، بعضی روزهایش روزه بگیر، بعضی روزهایش رو بخور. همین گونه حدیث آمده است. برای همین زیادی از علما میگن در این ماه که این ماه احترام خاص خودش را دارد، چقدر شما روزه نافله گرفتید ثواب دارد. یعنی چقدر روزه گرفته ثواب دارد، اما مخصوص مثلا 21 22 یا اینکه مخصوص یکم دویمش در این باره یگان دلیل نیست. اما چقدر زیاد روزه گرفتید، آن هم با روزه نفلی که نیتش نفلی می شود ثواب دارد.